روزتان بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. ساعت به وقت پراگ 10 به وقت مسکو 12 و دوشنبه 14 است و من شعله گل خوجه همه روزه در همین ساعت در خدمت شما ایزان هستم با خبرهای تازه و اطمینان دارم که تا آخر صحبت ما را تماشا میکنید. خبرهای زیادی مهم داریم وابسته به مهاجران و البته در پایان صحبت من درباره پروازهای چارتری و قرب روبل روسی برای شما معلومات میدیم که نسبت آخر هفته گذشته به مراتب بالا رفته است. سازمان‌های عمومی حقوق انسان مقامات تاجیکستان را برای بازپرسی و تهدید خانواده یک فعال توجیک در اروپا تنقید کردند. دیدبان حقوق بشر و کمیته نروژی هلسینکی روز 4 دکبر در بیانیه گفتند پدر و برادر فتح الدین سید محی الدینов 19 نوامبر امسال به اداره امنیت دوشنبه دعوت و 5 ساعت بازپرسی شدند. جانب تاجیکستان در این باره واکنش نکرده است. به نوشته سازمان‌ها احتمال مقامات می‌خواهند به این واسطه مانع انتقادهای سید محی الدین از حکومت تاجیکستان شوند. او در اینترنت فعال است و بیشتر درباره سیاست‌های حکومت تاجیکستان گزارش‌های انتقادی نشر می‌کرد. هیو ویلیامسون مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر گفت حکومت تاجیکستان با هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، فعالان، وکیلان مدافع، روزنامه‌نگاران و نزدیکان مخالفان مسالمت‌آمیز آزادی بیان را در کشور به شدت پخش کرده است. و افزوده است مقامات باید آزار دادن نزدیکان سید محی الدینov را برای تنقیدهایش فوراً بس کند. مقامات تاجیکستان در گذشته همه گونه فشار بالای منتقدان را رد کردند. سخنگوی شرکت برق توجیک در یک صحبت اختصاصی با روزنامه‌نگار دلیر امامعلی گفت که در 5 و یا 6 روز نزدیک اهالی کشور پرره با برق تامین خواهند بود، چون به قبل نوزیر جان یادگوری علاقه کارهای پروفیلاکتیکی در حال انجامیابی است. او بار دیگر به آن تاکید کرد که برق‌کشی 2 ماه اخیر این لیمیت نیست، بلکه انجام کارهای تعمیری برای آماده شدن به فصل زمستان میباشد. در عین زمان در این صحبت نوزیر جان یادگوری فروش برق به کشورهای همسایه را رد کرد. گفت که صادرات تنها در فصل تابستان صورت میگیرد و سال جاری بنابر کمابی از ماه ایول شرطنامه‌های انتقال برق به ازبکستان و افغانستان به گفته او بکار کرده شده است. به قول سخنگوی شرکت برق توجیک تا آن زمانی که مردم استفاده عاقلانه نیروی برق را یاد نگیرند تاجیکستان استقلالیت انرژتیکی را دست نمی‌یابد. این گفتگوها در حالی است که بیشتری از ساکنان تاجیکستان در این شب و روزهای سرد با کمبود شدید برق روبرو می باشند. ساکنان میگویند از ساعت 7 تا 17 انتقال برق به منزل آنها قطع می شود و چون این وضع زندگیشان را مشکل کرده است. امید می‌بندیم که تا آخر همین هفته مردم از برق‌کشی به قول خلاص می شوند. طوری که نوزیر جان یادگوری به ما وعده می‌دهد. وزارت کارهای داخلی از یک صدمه مرگبار در نویه رشت خبر میدهند که دیروز به وقوع پیوست. در پی آن 2 نفر به هلاکت رسیده است. قبلا رسانه‌ها نوشتند که این ماشین دامادی بود که برای آوردن عروس میرفت. راننده ماشین کیا حاتمов دلشود ساکن 42 ساله نویه رشت هنگام حرکت از سمت نویه تاجیک‌آباد به جانب نویه لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده تخمیناً 200 متر به جری میرود. در نتیجه مسافر ماشین اهل نیسا حاتم و سال تولدش 1964 و راننده آن به هلاکت رسیده است. داماد شونده مصطفی رحمتزاده در بیمارخانه بستری است. همچنین بگاهی روز 6 دکبر در روز دوشنبه وحدت نیز یک صدمه مرگبار رخ داده است. ماشین با 5 مسافر از جمله 2 کودک تحت اداره راننده 19 ساله به درختان برخورده است. در نتیجه 2 نفر هلاک و 4 کسی دیگر جراحت برداشتند. وزیر نوی مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تصمیم گرفته است من بعد هر هفته روز جمعه با نمایندگان وزارت در روسیه عاید مشکلات مهاجران تاجیک مشورت فاصله‌ای دایر کند. هفته گذشته وزیر به مسئولین تاجیک در روسیه سپارش داد که محتوای قرار ولادیمیر پوتین را وابسته به سبکی‌هایی که بنابر پاندمی شهروندان خارجی پیش بینی شده است به مهاجران تاجیک خوب فهمانده شود. مهلت این قرار پرزیدنت روسیه تا 15 دکبر پیش بینی کرده است. در واقع بعضی
از شما بینندگان عزیز ما میپرسید که آیا بعد 15 دکبر سرنوشت پتنت و با قیدگیری یعنی رجیستراسیون چی می شود؟ وادیم کوژنوف رئیس فدراسیون مهاجران در روسیه گفت که الکی تصمیم گرفته شده است که مهلت قرار مذکور را تا 3 ماه و یا تا تابستان سال آینده دراز کنند. یعنی طبق آن نهادهای حفظی حقوق به اخراج مهاجران حق ندارند و آنهایی که کار نمیکنند به گرفتن پتنت ضرورت ندارند یا در صورت تمام شدن مهلت ثبت اقامت یا خود رجیستراسیون حجت مذکور در قلمرو روسیه دراز کرده می شود. بیشتر برای این کار گذاشتن از مرز ضرور بود. طوری شما میدونید با وجود آنکه این قرار پوتین از ماه اپریل عمل میکند ولی مهاجران تاجیک پیوسته از آزار و اذیت پلیس جریمه و اخراج شدن آنها از روسیه خبر میدهند. دادگاه شهر دوشنبه 8 سال حکم زندان شهروند 24 ساله ازبکستان علمخان هاشمخانов زاده دهه اسپرون ولایت نمنگان را به تغییر باقی گذاشت. بنا به اطلاع مرکز مطبوعاتی دادگاه علمخان هاشمخانov و همراهانش قبرهای متالی را که در گوشه های گوناگون شهر دوشنبه گذاشته شده بودند و به کارخانه های شهرمرند و رای تاجیک تعلق داشتند دزدیدند. اینچنین در یکی از دیگر حالت ها جنایتکاران 5 ستون آهنین برای کامراهای نظارتی شهر بخطر نیز را بودند که ارزش آنها نزدیک 113,000 سومانی گفته می شود. دادگاه گفت هاشمخانov و شریکانش به این شرکت ها بیش از 300,000 سومانی ضرر آوردند. برای آنهایی که درباره پروازهای چارتری دانستن می‌خواهند معلومات می‌دهم که امروز طبق جدول تصدیق نموده مقامات تاجیک و روس از روسیه به تاجیکستان 5 پرواز چارتری در نظر است. 3 پرواز از مسکو و 1 پروازی از سنت پترزبورگ و قزان به پایتخت تاجیکستان صورت می‌گیرد. فردا نیز 5 پرواز در نقشه گرفته شده است. مسافران توسط 3 پرواز از مسکو و با 1 پروازی از سنت پترزبورگ و کراسنودار به دوشنبه انتقال داده می‌شوند. نرخ بلیط 395 یورو مقرر گرده است که به گفته مهاجران برایشان گران می باشد. در واقع خبرگزاری‌های روسی می‌نویسند که تحلیلگران خدمات سیاحی نرخ بلیط‌های روسیه را به خارجه با سال گذشته مقایسه کردند. طبق آموزش آنها نرخ‌ها به خط‌سیرهای گوناگون از 40 تا 80% زیاد شده است. نسبت سال گذشته بلیط‌ها از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی به مراتب گران شده است. تحلیلگران مثال می‌آورند که ماه دکبر سال 2019 بلیط سفر به اوش 10,000 روبل روسی بود، حالا باشد بیش از 18,000 روبل است. همچنین قیمت بلیط ها به ازبکستان و قزاقستان نیز در یک سال اخیر از 154 و 192% بلند رفته است. مثلا بلیط نوسیبیرسک توشکند از 11,000 به 29,000 روبل روسی و از مسکو به نورسولتان از 8,000 تا 25,000 روبل دکه خورده است. ضمناً حکومت قرقیزستان محدودیت طریق هواپیما وارد شدن به قلمرو این کشور برای شهروندان خارجی را بیکار کرد. یعنی اکنون شهروندان تاجیکستان نیز امکان دارند توسط فرودگاه‌های بین‌المللی مناس، اوش و استقلال پرواز کنند. برای همه داشتن معلوماتنامه طبی درباره کووید 19 حتمی می باشد. در واقع مهاجران تاجیک کشور قرقیزستان را برای رفتن به تاجیکستان استفاده می کنند، زیرا به گفته آنها با این را برای سفر ارزان تر است. در این باره بینندگان عزیز در برنامه خبری یک گزارشی هم خواهیم داشت که بعد 3 ساعت تقدیمتون میگردد و یک قهرمان ما نقل میکند که چگونه توانسته است طریق قرقیزستان به تاجیکستان بیاید، چند سوم صرف کرده است و برای این کار برایش چی لازم بوده است. برنامه ما رو تماشا کنید. بر اثر ترکیش بالون گاز در نویه رودکی 1 نفر جان خود را از دست داده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند حادثه بگوی 5 دکبر در منزل شهروند علیقل حسنов در جماعت چورتپه رخ داد. در این حادثه با بمراد حیطفی 46 ساله جان باخته. علیقل حسنov در بیمارستان بستری است، گفتند در وزارت امور داخله. سالهای اخیر بارها از ترکیش ظرف گاز در خانه های مردم در شهر و نواحی تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. در دوشنبه 4 سال باز برای پیشگیری از سوختار استفاده از ظرف گاز در منزل ساکنان ممنوع شده است. ساکنان شهر دوشنبه میگن خدمات آتش نشانی آنها را برای استفاده از ظرف‌های گازی در خانه‌های بلند آشیانه جریمه میکنند. و دوستان عزیز در پایان صحبت به قرب اسعار خارجی توجه کنید که همه روزه از سوی بانک ملی تاجیکستان معین می شود. قرب $1 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو باشد 13 سومانی و 62 درم تعیین شده است. امروز نرخ 1000 روبل روسی 151 سومانی و 50 درم ارزش دارد که این نرخ نسبت آخر هفته گذشته 1 سومانی و 20 درم
بیشتر می باشد. با سپاس از یکی شما بینندگان عزیز برای همراهی که در این چند دقیقه ما رو تماشا کردید. من تلاش کردم خبرهای روز رو برای شما برسونم، به سوالات شما پاسخ بدم. سوالات خود رو زیر این نوار نوشته کنید، من میبینم و به قدر امکان جواب شما رو میگردونم. و بینندگان عزیز، همه شما رو در برنامه خبری 3 ساعت پس منتظرم با خبرهای روز، گزارش‌های تاجیکستان و جهان. خودتون رو احتیاط کنید و در استودیو و میخوریم.